امروز 12 مای میگراسیون سلج به صخره و بارودار را آوردیم. الان برف زیسته. سلام علیکم هموطنان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین صحت سربلند باشین. الان ما قرار داریم در میگراسیون سلج به صخره و پیش از آنی که بگیم در میگراسیون سلج به صخره چی رفته ایستاده است، آیا پاتین میتن یا نمیتن، پیش از آن میخواهم که به هموطنان عزیزمون که در این آفت‌های طبیعی، بارشات، سیل، ضررهای جسمی و جانی و مالی دیدن، میخواهم که تعزیه بیان کنم و با آنها صبر جمیل خواهانم. خداوند همه مردم تاجیکستانیان کل دنیا که در هر کجا که هستن خدا نگهشان دارن. من مردم مسلمان، خصوصا این روزها که مردم غزه و فلسطین زیر ظلم اسرائیل بدبخت قرار دارد، خداوند در حفظ امان خودش نگه دارد. خب برادران گرامی، یک چند روز پیش من خودم آمده بودم در میگراسیون سلج به صخره و حجت را سپاریدم. در همینجا الان مقصد یگان گپ نیست، اگر حجت های لازمه قطعی باشد، همراه آوردگی باشی، میسپوری و در وقت گرفتن اولی ما نگرفتیم برای که در مدت قریب 2 هفته تیار می شود. ما فقط سپاریدیم. پریود پاسپورت سراغ کردن، اگر که سرتیفیکات برای اگزمین داشته باشی او را سراغ کردن. مثلا من نداشتم، کپیش داشتم، از من اوریجینالش طلب کردن لیکن من نداشتم. رفتم یک بار دیگه اگزمین سپاریدم، حالا آنکه تا آخر همین سال اگزمین داشتم. اگر که برادرایی که میخواهند سپاریدنی بیان، اگر همه چه حجت را قچون بیارم بسیار خوب باشه، چون که میپرسن اگر نداشته باشی پریود پاسپورت مثلا نداشته باشی در جاش سومش میگیرن، یا اگر میگن نخواهی که مقصد برای در یگان جا دیگه کنی میگردی با اثر نو اچرت میگیری. و برادرایی که میخواهند که اچرتشون تیزتر بیان، بهترش به همو پریلژن یا سوما بسپران اگر بتونن. اگر که نتونن در همین درآمدگاهی همین بینای و میگراسیون سلج به صخره و نماینده هایی که همو کارگرای خودی همیجا هستن، اگر کارت قطعی بسپردنی باشی چرز همون پریلژنی هم میسپاره، اچرت تیزترک میرسه. خلاص کلام برای سپوریدن همین چیزایی که گفتم، مقصد پریود پاسپورت در کار بود. شخصایی که دارن اگر در مسئله اگزمین پیشترک بدن برادرای به قول همو پسردنیکو، الان یگان تای آنها نیستن. این ما دویم دفعه است میاییم، یگان تای آنها کار نمیکنن، کار کردن نمیتونن، گذرانده نمیتونن. یگانه خودت با فهمیش خودت مقصد که میگذری. شخصایی که چرز پسردنی کردنیان الان پسردنی کار نمیکنن. و در اینجا که انیق شکو نمیدانم، یک برادر گفت اگر در دیگر جا اگزمین گذشتی آمدی اینجا قبولت نمیکنن. خلاص کلام همه خیلی وقتی گرفتن ده، فکر میکنم که همه رئیسیتاتون در دنی بازه باشد، میرین انشاءالله که بازوتی میگیریم پاتنت. اولی من نگرفتم، شخصایی که یکم بار میکنن اینه چون میپرسن، خیلی با هم پریود پاسپورت میپرسن و اگر رئیسیت در چیز باشد، در بازه باشد دیگر به مشکلی پاتنت میگیرن. حتما یه ماهی پاتنت میسپاری، بعد 7,500 گرفتن پاتنت در نظر دارم. خدا نگهبانتون برادرها، در حفظ امان خداوند باشه. ای بچه، امروز 12 مای در میگراسیون سلج به صخره اومدیم. برف در استایکو همه برف این برفه